الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء آخر وحلقة أخرى من سلسلة حلقات تعليم الفارسية. يذهب محمد وعلي إلى المتجر لابتياع بعض الحاجات. متجر السوبر ماركت قريب من القسم الداخلي لطلبة الجامعة. البائع يتكهن من خلال الحديث معهما بأنهما طالبان جامعيان، لكن نستمع أولا إلى المفردات الجديدة وبعدها نستمع إلى الحوار. بفرمایید. تفضل. تفضلوا. بفرمایید. تفضل. تفضلوا. چه؟ ماذا؟ ما. چه؟ ماذا؟ ما. شما می‌خواهید. أنتما تريدان. أنتم تريدون. شما می‌خواهید. أنتما تريدان. أنتم تريدون. پاکت. علبة. قنينة. پاکت. علبة. قنينة. ماست. لبن. ماست. لبن. کره. زبدة. کره. زبدة. نوشابه. مشروب مرطب بلا كحول. نوشابه. مشروب مرطب بلا كحول. ما می‌خواهیم. نحن نريد. ما می‌خواهیم. نحن نريد. لازم داریم. نحتاج. لازم داریم. نحتاج. دو. اثنان. دو. اثنان. سه. ثلاثة. سه. ثلاثة. صابون. 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 شامپو. شامبو. شامپو. شامبو. کنسرو. معلب. کنسرو. معلب. ماهی. سمك. ماهی. سمك. کنسرو ماهی. معلب سمك. سمك معلب. کنسرو ماهی. معلب سمك. سمك معلب. دیگر چه؟ ماذا بعد؟ دیگر چه؟ ماذا بعد؟ نان. خبز. نان. خبز. آنجا. هناك. آنجا. هناك. ما داریم. نحن عندنا. نحن نمتلك. ما داریم. نحن عندنا. نحن نمتلك. شیشه. قنينة زجاجية. قنينة. شیشه. قنينة زجاجية. قنينة. آب لیمو. عصير ليمون. آب لیمو. عصير ليمون. شیر. حليب. شیر. حليب. شما بدهید. أنتم أعطوا. شما بدهید. أنتم أعطوا. راستی. الحقيقة. راستی. الحقيقة. تخم مرغ. بيض. تخم مرغ. بيض. پنیر. جبن. پنیر. جبن. او. هو. هي. او. هو. هي. میخواهد. يريد. میخواهد. يريد. برنج. رز. برنج. رز. روغن. زيت. روغن. زيت. کمی. قليلا. کمی. قليلا. ما نداریم. نحن ليس عندنا. نحن لا نملك. ما نداریم. نحن ليس عندنا. نحن لا نملك. لطفاً. رجاء. الرجاء. لطفاً. رجاء. الرجاء. کدام. أي. کدام. أي. ساختمان. مبنى. بناية. ساختمان. مبنى. بناية. احتمالاً. احتمالا. ربما. محتمل. احتمالاً. احتمالا. ربما. محتمل. همکلاسی. زميل. زميلان. زملاء. في صف واحد.
همکلاسی. زميل، زميلان، زملاء في صف واحد. دوست. صديق، دوست. صديق. متشکرم. شكرا، أنا متشكر. متشکرم. شكرا، أنا متشكر. أما الآن سنستمع إلى الحوار بين محمد وعلي والبائع. بفرمایید، چه می‌خواهید؟ تفضل، ماذا تريدان؟ بفرمایید، چه می‌خواهید؟ تفضل، ماذا تريدان؟ ما یک ظرف ماست، 2 بسته کره و یک نوشابه می‌خواهیم. نحن نريد علبة لبنا وعلبتي زبد وقنينة واحدة مشروبا مرتبا. ما یک ظرف ماست، 2 بسته کره و یک نوشابه می‌خواهیم. نحن نريد علبة لبنا وعلبتي زبد وقنينة واحدة مشروبا مرتبا. 3 عدد صابون، 1 شامپو و 2 کنسرو ماهی هم لازم داریم. نحتاج أيضا 3 صابونات وقنينة شامبو واحدة وعلبتي سمك معلب. 3 عدد صابون، 1 عدد شامپو و 2 کنسرو ماهی هم لازم داریم. نحتاج أيضا 3 صابونات وقنينة شامبو واحدة وعلبتي سمك معلب. دیگر چه؟ نان هم آنجا هست. نان می‌خواهید؟ ماذا بعد؟ الخبز أيضا هناك. أتريدان خبزا؟ دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان می‌خواهید؟ ماذا بعد؟ الخبز أيضا هناك. أتريدان خبزا؟ خیر، ممنون. 1 شیشه آب لیمو و 2 بطری شیر هم بدهید. لا، شكرا. أعطي أيضا قنينة زجاجية عصير ليمون وقنينتي حليب. خیر، ممنون. 1 شیشه آب لیمو و 2 بطری شیر هم بدهید. لا، شكرا. أعطي أيضا قنينة زجاجية عصير ليمون وقنينتي حليب. راستی، سعید هم چند تا تخم مرغ و 1 بسته پنیر می‌خواهد. علی، ما برنج و روغن داریم؟ على فكرة، يريد سعيد أيضا عدة بيضات وعلبة واحدة جبن. علي، نحن عندنا رز وزيت؟ راستی، سعید هم چند تا تخم مرغ و 1 بسته پنیر می‌خواهد. علی، ما برنج و روغن داریم؟ على فكرة، يريد سعيد أيضا عدة بيضات وعلبة واحدة جبن. علي، نحن عندنا رز وزيت؟ بله، کمی برنج داریم اما روغن نداریم. نعم، عندنا قليل من الرز لكن ليس عندنا زيت. بله، کمی برنج داریم اما روغن نداریم. نعم، عندنا قليل من الرز لكن ليس عندنا زيت. پس آقا، لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید. إذن أعطنا رجاء سيدي بيضا وجبنا وزيتا أيضا. پس آقا، لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید. إذن أعطنا رجاء سيدي بيضا وجبنا وزيتا أيضا. نرجو أن تكونوا قد استمعتم إلى الحوار حيث كانت فيه مفردات كثيرة. نستمع إلى الحوار مرة أخرى لكن بدون ترجمة هذه المرة. بفرمایید، چه می‌خواهید؟ ما یک ظرف ماست، 2 بسته کره
و یک نوشابه می‌خواهیم. 3 عدد صابون، 1 شامپو و 2 کنسرو ماهی هم لازم داریم. دیگر چه؟ نان هم آنجاست. نان می‌خواهید؟ خیر، ممنون. 1 شیشه آب لیمو و 2 بطری شیر هم بدهید. راستی، سعید هم چند تا تخم مرغ و 1 بسته پنیر می‌خواهد. علی، ما برنج و روغن داریم؟ بله، کمی برنج داریم، اما روغن نداریم. پس آقا، لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید. يضع البائع البضائع في عدة أكياس، وبينما يحسب ثمنها بالحاسوب يسأل عليا: شما دانشجو هستید؟ أأنتما طالبان جامعيان؟ شما دانشجو هستید؟ أأنتما طالبان جامعيان؟ بله، ما دانشجو هستیم. نعم، نحن طالبان جامعيان. بله، ما دانشجو هستیم. نعم، نحن طالبان جامعيان. شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان 3؟ أنتما في أي مبنى تسكنان؟ المبنى 3؟ شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان 3؟ أنتما في أي مبنى تسكنان؟ المبنى 3؟ خیر، ما در ساختمان 2 هستیم. لا، نحن في المبنى 2. خیر، ما در ساختمان 2 هستیم. لا، نحن في المبنى 2. پس احتمالاً همکلاسی هستید. إذن محتمل زميلان في صف واحد. پس احتمالاً همکلاسی هستید. إذن محتمل زميلان في صف واحد. خیر، ما با هم دوست هستیم. لا، نحن معا صديقان. خیر، ما با هم دوست هستیم. لا، نحن معا صديقان. نستمع ثانية إلى الحوار بين البائع وعلي، لكن بدون ترجمة، وبعد هذا الفصل. شما دانشجو هستید؟ بله، ما دانشجو هستیم. شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان 3؟ خیر، ما در ساختمان 2 هستیم. پس احتمالاً همکلاسی هستید. خیر، ما با هم دوست هستیم. مستمعينا الكرام، بعد الشراء يدفع علي ومحمد الثمن للبائع ويشكرانه، ثم يحملان البضاعة ويعودان إلى القسم الداخلي. بالطبع البضاعة ثقيلة تقريبا، لكن المسافة حتى القسم الداخلي قصيرة. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة برنامجنا لهذا اليوم، وحتى الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لطفاً کلید زنگوله را فشار دهید. سابسکرایب یادتان نرود
حتما در قسمت نظرسنجی نظر خودتان را برای من بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد و لذت بردید، همین الان حتما برای 5 نفر از دوستان خود و دیگر زبان آموزانی که علاقه به یادگیری زبان فارسی دارند ارسال کنید تا آنها هم بتوانند از این درس استفاده کنند و از آنها بخواهید آنها هم زبان فارسی را یاد بگیرند. از خداوند دانا برای شما آرزوی موفقیت طلب می کنم. حتما منتظر برنامه‌های بعدی من باشید. التمارین، تمرین ها. تمرین اول، التمرین الاول. لطفاً در قسمت نظرسنجی بنویسید با توجه به مکالمه در درس محمد چه چیزهایی را از فروشگاه خرید. من فضلك اكتب في قسم الاستطلاع يوتيوب حسب المحادثة في الدرس ماذا اشترى محمد من المتجر. تمرین دوم، التمرین الثانی. الان من جملات را به زبان فارسی میخوانم و شما باید به زبان عربی بگویید. الآن قرأت الجمل باللغة الفارسية وعليك أن تقولها باللغة العربية. بفرمایید چه میخواهید؟ ما یک ظرف ماست، 2 بسته کره و 1 نوشابه میخواهیم. سه عدد صابون، 1 شامپو و 2 کنسرو ماهی هم لازم داریم. آیا نان می‌خواهید؟ یک شیشه آب لیمو و 2 بطری شیر هم بدهید. راستی سعید هم چند تا تخم مرغ و 1 بسته پنیر می‌خواهد. آیا ما برنج و روغن داریم؟ کمی برنج داریم اما روغن نداریم. پس آقا لطفاً تخم مرغ، پنیر و روغن هم به ما بدهید. شما دانشجو هستید؟
ما دانشجو هستیم. شما در کدام ساختمان ساکن هستید؟ ساختمان 3؟ ما در ساختمان 2 هستیم. پس احتمالاً همکلاسی هستید؟ ما با هم دوست هستیم. تمرین 3. التمرین الثالث. معنای کلماتی که میخوانم را به زبان عربی بگویید. قل لي معنى الكلمات التي أقرأها باللغة العربية. بفرمایید. چه؟ شما میخواهید؟ پاکت. ماست. کره. نوشابه. ما میخواهیم. لازم داریم. دو. سه. صابون. شامپو. کنسرو. ماهی. کنسرو ماهی. دیگر چه؟ نان. آنجا. ما داریم.
شیشه، آبلیمو، شیر، شما بدهید، راستی، تخم مرغ، پنیر، او، میخواهد، برنج، روغن، کمی، ما نداریم، لطفاً، کدام؟ ساختمان، احتمالاً، همکلاسی، دوست، متشکرم. تمرین 4. التمرین الرابع. لطفاً در قسمت نظرسنجی بنویسید با توجه به مکالمه در درس علی در ساختمان شماره چند ساکن است. من فضلك اكتب في قسم الاستطلاع يوتيوب حسب المحادثة في الدرس ما رقم المبنى الذي يعيش فيه علي. تمرین 5. التمرین الخامس. لطفاً در قسمت نظرسنجی بنویسید که علی با محمد دوست هستند یا همکلاسی هستند. من فضلك اكتب في قسم الاستطلاع يوتيوب علي ومحمد أصدقاء أم زملاء الدراسة. أهدى أجر إنتاج هذا الفيديو لمولانا ومقتدانا الإمام علي بن محمد الهادي النقی علیه السلام. ثواب تولید این ویدیو را به امام هادی علیه السلام هدیه می کنم. خدا نگهدار.